سلام، در یک ویدیوی جذاب میخوام توان هر بلندگو رو به دستش بیارم. پلانی که داریم یک راهرو هست که طول اون 40 متر هستش. حالا ارتفاع کف راهرو تا سقف 3.5 متر در نظر میگیریم و دو تا بلندگوی سقفی داریم که سطح پوششی صوتی اونا 120 درجه هستش. ارتفاع شنیداری ما 1.5 متر خواهد بود، پس ارتفاع باقی مانده 2 متر در نظر گرفته میشه. حال من برای اینکه بتونم محاسبات رو به دست بیارم یه مثلث قائم الزاویه میگیرم و کافیه ضلع‌های این مثلث رو به دستش بیارم. ابتدا نامگذاری میکنم و ترم رو R و محور Y که میشه همون ارتفاع H ما که 2 متر هستش و محور X هم مجهول خواهد بود همراه با وتر. یک دیتا یک زاویه رو برای اینجا تعریف میکنم. سینوس طبیعتا میدونید چی هست، میشه ضلع مقابل بر وتر طبق اون زاویه‌ای که البته داره. پس وای تقسیم بر سینوس دتا و من کافی اینو جاگذاری بکنم که اچ من گفتم همون وای میشه که 2 متر هست و سینوس سی هم خب نیم هست، 2 تقسیم بر نیم میشه 4 متر. پس وتر من به دست اومد. آر من که میشه اون فاصله بلندگو تا شنونده. فرمولی که برای توان داریم این هست LR که LR سطح محیط زمینت هر چقدر باشه این با توجه به اندازه‌گیری که هست اتفاق میفته، یا اینکه طبق جداول استاندارد میتونیم به دستش بیاریم. محیطی که من دارم به دلیل رفت آمد و سر و صداها و صدای تهویه اینا وجود داره 70 دسیبل اندازه‌گیری شده و طبق استاندارد من این محاسبات رو برای پخش موسیقی پس زمینه میخوام. پس من باید اون 70 دسیبل رو 10 دسیبل بهش اضافه بکنم. ال رف هم همون SPL هست که میتونیم در نظر بگیریم. اینو میتونید توی دیتا شیت هر بلندگو به دست بیارید که سطح فشار صوتی هر بلندگو هستش که در اینجا 90 دسیبل حالا در نظر خواهیم گرفت. 10 لگاریتم پی که مجهول ما خواهد بود. پی توان هست، توان بلندگو رو میخوایم به دست بیاریم. منهای 20 لگاریتم آر که آرم 4 متر به دست آوریم. پس کافیه ایناری که گفتیم یک جاگذاری رو انجام بدیم و بیایم محاسباتش رو بکنیم که 10 لگاریتم پی مساوی 2.4 میشه. اون 10 باید تقسیم بکنیم که میشه 204 هزارم و برای اینکه شما بتونید این رو به دستش بیارید اون عددی که روبروی لگاریتم هست باید این توان 10 به توان این عدد بشه، یعنی بدین صورت پی میشه 10 به توان 204 هزارم که 1.6 وات میشه. بلندگوهایی که ما داریم 5 وات هستن ولی تنظیم یک ترمینالی وجود داره برای تنظیم 3 وات اگر نیاز داریم. پس ما میتونیم این رو برای 3 وات در نظر بگیریم. در ویدیوی بعدی به فاصله این دو تا بلندگو میپردازیم تا ببینیم چقدر ما میتونیم بلندگو در این راهرو داشته باشیم.